بار زیاد بسیار زیاده. این رمضان میشه دیگه که رمضان بار از اینا سه چند و چهار چند میشه. ترشی رو ببینین که جور کرده. اون دیزاین دار خوب جور میکنن از چیزهای مختلف، حتی کیوی و مالتا و نمیفهمم این چیزا بسیار هم خوبش. البته بسیار خریدارم دارن. خب دوستان عزیز، نگفتین که ما در خود این دوستان عزیز همون اون در فروشی هستی براتون گفتم یا موتورسیکل فروشی هست اینجا دوستان عزیز. بسیار زیاد هر نوع موتورسیکل که بخواین دیگه اینا بدون و جای خود تغییر بتن. اون آمد صدا دار آمد بکش خدا بکش یا دیگه اینا کلشان میگریدن. اونو مسئول نایه دوستان عزیز اونجا هستن دیگه نمیمونن. این سرک شور بازارم دوستان عزیز کارش تمام شده. سلام دوستان عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتون به خوبی و خوشی پیش برین. یارو میبینین دوستان عزیز این لبنیات فروش هستن. لبنیات فروشه خودشان جور میکنن دیگه. بیربار زیاد بسیار زیاده. این رمضان میشه دیگه که رمضان بیربار از اینا سه چند و چهار چند میشه. ترشی رو ببینین که جور کرده. اون دیزاین دار خوب جور میکنن از چیزهای مختلف، حتی کیوی و مالتا و نمیفهمم این چیزا بسیار هم خوبش. البته بسیار خریدارم دارن. خب دوستان عزیز، نگفتین که ما در کجا هستیم. ما دیگه تقریبا دوستان عزیز در جاده میوند در نزدیکی چوک یا چهارراهی سپاهیان گمنام شهر کابل هستیم. دوستان عزیز چهارراهی سپاهیان گمنام یکی از چهارراهی های مشهور و مشهور دیگه بگیم دوستان عزیز. اون کفایت میکنه فکر کنم چون کلگی میشناسه که چوک کجاست و چی داره و چی نداره. در ضمن از او دیگه دوستان عزیز این طرفش بازارش یک بازار همه چیز تمام است، کل چیز داره و هم در فروشی های بسیار زیاد است. این طرف دوستان عزیز و این طرف هم همه چیز دیگه موجود است. دوستان گرامی دیگه ما هم تو ما پیش میریم چوک. یک بازارک داره دوستا. چند وقت پیش هم آمده بودیم بازار شدیدیم، حالا دوباره آمدیم که ببینیم بازارشه، بازار میوه، بازار ترکاری و بازار همه چیز دیگه دوستا. این دوستان عزیز همون اون در فروشی هستی براتون گفتم یا موتورسیکل فروشی هست اینجا دوستان عزیز. بسیار زیاد هر نوع موتورسیکل که بخواین دیگه موتورسیکل پخت فروشی زیاد چیز هست اینجا دوستان عزیز. شور بازارم در سمت راست همین چهارراهی موقعیت داره دوستان عزیز. البته از این مسیری که ما میریم در سمت راستش. انواع موتورسیکل های سپورتی، غیر سپورتی، موتورسیکل های کوچک یا مو با سلا یا مو شما اتومات در اینجا دوستان عزیز خرید و فروش میشه. انواع فرش و قالین دیگه. چند وقت دوستان عزیز جره کنده بودنم، اگر یادتون باشه ویدیو قبلی را از چوک ببینین اینجا کلا کنده شده بود. یک پایپ دیجا میفتید، پایپ فکر کنم انداختن و پایپ کارش تمام شده. دو پایپ دیگه نمی‌فهم پایپ آب بود، برق بود یا هر چی بود. مقصد کارش تمام شده.
گدا خیل هتل نو مهمون خانه را دیدین دوستان عزیز در تصویر. چوک میگذاره یک دور شد. سرک چوک دوستان عزیز همیشه وقت استثنا نداره، همیشه وقت قسم بند می باشه. این چه قسم بخواره حضیران دوستان عزیز فکر کنم دست فروش ها رو برده طرف چمن حضوری، چرا که نیست این سرک اگر نیست هر تا آخرش دست فروش ها بود، چیز بشار از جمع کردن و بردن چمن حضوری. اینجا دوستان عزیز اگر یادتان باشه کلا کراچی پر می بود، حالا خیر دوستای دان انار دیگه هیچ چیز نیست. میبینین دوستان عزیز نه دوستان چوک جمع کرد، چهره چوک کلا تغییر کرده. انار والا بچه فقط این یکا دیگه نمیکرد چه پرترک این دست فروش دیگه نیست. اگر نه بازار که میشه شروع میشه دوستان عزیز بازار داشته او طرف بازار که دان آدم باز میماند، یک بازار متنوع و خوبش بود. حالا فقط این کراچی هستی، کراچی هم آماده فیر هستن، فقط که محصول بیایه و اینا بدون و جای خود تغییر بتن. اون آمد صدا دار آمد بکش خورا بکش یا دیگه اینه کلشان میگریدن. اونو محصول نایه دوستان عزیز اونجا هستن دیگه نمیمونن. این سرک شور بازار هم دوستان عزیز کارش تمام شده، منتظر ویدیو از اون باشین. چوک کلان تغییر کردم چه ریش دوستان عزیز، سرک باز شده، سرک شور بازار کلان بند بود. چوک کلان تغییر کرده، چوک فروشگاه هیچ فکر میکنین کابل قدیم نیست دوستان عزیز. گفتیم او شاروار کابل اگر اسمشان اشتباه نکنم جناب عبدالرشید بلوچ فقط خداوند آمر داده ما را کابل از زیباتر حتی از پاریس هم میسازیم، یعنی منظور از اینکه از پاریس هم کرده زیباتر میسازیم کابل در افتتاحیه همو پل هوایی که در مقابل ولایت کابل کارش آغاز کردن. بازار چهارچوب‌تر هم جمع کردین دوستان عزیز، بازار قدیمی چهارچوب‌تر هم جمع شده، اما این بازارها بازارهای سنتی دوستان عزیز، یار که هرچی کنن اینا گم نمیشن. هنوزم میده و چیده منظور از او که یعنی کم و تونشان هستن و نمیخواین که برن. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانالم چنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روز خوب خوش داشته باشین، در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.